در طول عصرها کشاورزان واحه احسای عربستان سعودی با زمزمه ترانه‌های دینی و ذکر الله کشت برنج سرخ حسوی را آغاز می کنند. ما با چالش‌های گوناگون روبرو هستیم. آب نمی‌رسد، تجارت سست می‌شود، رستنی‌های ضرررسان می‌رویند، ولی ما با کمک خدا همه را پشت سر می‌کنیم. این شغل را ما از اجدادانمان آموخته‌ایم و به نسل‌های آینده‌مان میراث می‌گذاریم. ما می‌خواهیم آن را با عرق جبین حفظ کنیم. ما می‌خواهیم همه با کشاورزی مشغول باشند. ما می‌خواهیم احسا همان واحه بزرگترین عالم باقی ماند و آن را هم به نسل‌های آینده سپاریم. سال 2018 منطقه احسا واقع در شرق عربستان سعودی بر روی خط میراث جهانی سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل یا خود یونسکو شامل شد. واحه احسا باشد طبق کتاب رکوردهای گینز بزرگترین اوازیس روی عالم است. در اینجا بیش از 2 میلیون درخت نخل وجود داشته، سلسله چشمه ها و شبکه آب زیر زمینی امکان می دهد که در مابین بیابان کشت زراعت ها نیز راه اندازی شود. احسا مشهوره بزراعه النخيل وهذا واحه احسا با درخت نخل مشهور است. آن چیزی که بسیاری ها خبر ندارند این است که در احسا برنج نادر حسوی پرورش می شود. این گرانترین برنج دنیا است، زیرا سرغذا است. ويعتبر اغلى رز في العالم. نرخ 1 کیلوگرم برنج سرخ احسا از 25 تا 30 ریال سعودی و یا از 6 تا 8 دلار امریکا قیمت دارد. گفته می شود که برنج حسوی از ویتامین بای بوده هر کسی آن را به طور دائمی تناول می کند مفاد آن را احساس خواهد کرد. این طلا، این ثروت ما، این زحمت 4 ماهه ما است. ما آن را حفظ نموده و به نسل‌های آینده میراث خواهیم گذاشت.